این جانب سیدالله به نمایندگی از مهاجرینی که در کمپ باغ داود به تعداد 94 فامیل زندگی میکنیم خواستیم با برادر جواد جان پیکار در جریان شدیم از که ما در مدت 3 سال است که در باغ داود بدون سرپرست عهدت کننده و بیجا شده‌های داخلی می باشیم. دولت در مورد مردم ما کم توجهی میکنه، از مردم فقیر و بیچاره خود ما مشکلاتش نادیده میگیره. مهاجرینی که در باغ داود زندگی میکنه از نگاه اقتصادی زیر صفر می باشه. کسی در اینجا زندگی میکنه که همه معلول، کسی زندگی میکنه که در اینجا مواد ارتزاقش پلاستیک است که از زمین جمع میکنه، مواد خوراکیش در 1 هفته 2 هفته روی گوشت نمیبینن، دیگهشون روغن نداره که جقی بکنه ارده در کیلو میخره. اما بدبختانه که دولت از این خبر نداره و امروز آنقدر مردمای مفقر است که طفلای ما بیوزی که مکتب برای درس بخونه اسفندی میکنه، میره پلاستیک میفروشه. اگر یک متعلم ما میبریم که در مکتب شامل میکنیم، هیچ کسی او را در بصفت یک نرسان در مکتب نمیگیره تو مهاجر هستی یا مهاجر هستم طبیعی این مملکت خوب هستم. در قسمت بی سرپناهی ما هیچ ارگان دولتی غم ما را نخورده و هیچ کس اصلا ما را به صفت یک تابع مملکت در نظر نگرفته. ما قبلا در چمن حضوری قرار داشتیم، از چمن حضوری ما را وزارت مهاجرین انتقال داد. یک تعداد ما که در سایه دارلمان میشتیم در مکتب استادداری سناتوری هم پارسال در روز عرفه عید قربان که عید کسی را در روز عید و برات از خانهش مهاجر نمیکنه، ما را مهاجر ساخت. در باغ داود آوردن در اینجا ما را پایین کرد دمی داشت. اصلا دیگه از طریق وزارت امور مهاجرین ما که در رأسش خود وزیر صاحب بود، معاونین محترم بود، برای ما هیچ اصلا به صفت یک انسان، به صفت یک بشر کسی از ما دیدن نکرد و هیچ حوالی ما را نگرفت. و سال گذشته را ما 2 تا اینجا طفلای ما را یخ زد از بین رفتن. دوباره آرزو شدیم و این برای ما به درد ما کسی نخورد، داد ما را غیر خداوند دیگه کسی نشنید. و امروز که چند قبل ما با دکتر جواد پیکار در جریان شدیم، برای ما یک وعده دادن که با بنیاد نورستان برای ما امکان داره یک چیزی کمک بتونه بکنه. و امروز که میبینیم خیلی تشکری میکنیم از بنیاد نورستان و از کارکنان بنیاد نورستان که در دست دکتر صاحب جواد پیکار است. یک دنیا تشکر میکنیم که از مهاجرین ما آمده دیدن کردن و از نگاه مشکلات اولیه‌شان و مواد ارتزاقی برایشان مساعدت و کمک در نظر گرفتن. یک جهان سپاس میکنیم و با امید همکاری زیاد هستیم که در آینده به یک بار گفته نمیتونیم که ما از این مشکلات مرفوع شود، در آینده ما را از یاد نبرند، در آینده باز مساعدت و کمک داشته باشند. در مورد بی سرپناهی ما کمی توجه بکنه، مجامع بین المللی توجه بکنه، به خاطری که مهاجرین ما که از مملکت‌های همسایه سرازیر شده در افغانستان آمده به اساس تبلیغات دولت ما، به اساس پیشنهاد و به اساس احکام خود مجامع بین المللی، به اساس رسانه‌های خبری که از تمام تلویزیون‌ها پخش میشه که ما برای شما نمره زمین مساعدت میکنیم، کمک میکنیم. پس مساعدت و کمک زیاد کجا شدن؟ چرا دروغ میگن؟ چرا مردم ما ظلم میکنن؟ ظلم خودی نیست، تنها رشوت ستانی خود نیست، از این خودش بدبختی است که وزیری ما دروغ میگه و تمام ارگان یعنی خارجی که میگه ما مجامع بین المللی هستیم. حقوق بشر به نامش معلوم است که حقوق بشر است، به خیر مردم نیست. اگر به خیر مردم باشه چرا مردم ما دیدن نمیکنه؟ چرا این مردم هر کدامشون به دستشون مهاجر کارتشان هست، عودت کننده هست، تا امروز در باغ داود افتیدن، کسی یادشان نکرده و یک نمره زمین در یک گوشه خاک مملکت ما نمیته. چرا امروز در اروپا 1 پیسه با 11 مملکت میچله؟ با 11 مملکت کس گفته نمیتونه که تو از کدام مملکت هستی. یک سکره گرفته با 11 مملکت، چون یک اروپاست. ما افغانستان هستیم، آقای کرزی از گوش کار است، از چیشم کور با دادی ما مردم نمیرسه. میگه یک قانون نافذ کرده، قانون سال 1374 است، فرمان 104. هیچ کسی از یک ولایت دولت نمره داده نشود، توزیع نشود. خیلی مردم در کجا شود؟ دست مردم تا شانه را در خون غرق شد. 3 سال است که مردم در جنگ و جدال و بدبختی در افغانستان بود. مردم در جنگ‌های تحملی کشته دادن، زخمی دادن، همه با همدیگر مخالفت پیدا شد، تعصب‌های مذهبی را به میان آوردن. امروز آقای کرزی میگه هیچ کسی از یک ولایت به ولایت دیگر نمره توزیع نشود. چرا در گوشه امروز در باریکو اضافه از 10,000 نمره شده؟ چرا برای ما مردم نمره توزیع نمیشه؟
چرا دولت ما غیم ما را نمیخوره؟ تا به کی رقم باشیم؟ اگر مجامع بین المللی داد ما نمیرسه، مقامات زیرسالای کشور داد ما نمیرسه و وزارت امور مهاجرین که پدر مهاجرا هستند به داد ما نمیرسه، ما مجبور و مکلف هستیم بار دوم عودت کنیم بریم پس مهاجر شیم در ایران و پاکستان بریم. داد از بدبختی در افغانستان کار به حال کار نیست، کار پیدا نمیشه که بریم 20 روپیه اگه در روز پیدا میکنیم با 100 تا ترافیک جنگیده در پیش از ترافیک در پا بریم ما میمونه. در این رقم خود دولت و دولتداری نمیشه که ما و بارها عریضه دادیم با تعداد 30 ورق عریضه در دست ما است که وزیر صاحب مهاجرین اضافه از 20 عریضه دادیم، پارلمان عریضه دادیم، مقر ریاست جمهوری را عریضه دادیم. این مکتوب پارلمان است که برای ما داده ما موقتا تا ماه حمله در باغ داوود زندگی میکنیم. بعد از عمل ما در کجا شویم؟ آیا 94 فامیلی که در باغ داوود زندگی میکنه بعد از ماه حمل پس مهاجر شوند ایران و پاکستان برن یا روسیه برن؟ در کجا برن؟ پس همین مردم مشکلات اولیشون به سرپناهی است. یک سرپناه نداشته باشه وقت یک اولادش نان دادن نتونه، این پس در کدام مملکت رفته میتونه؟ آیا در کدام جای خانه کرا داده میتونه؟ در شهر کابل خانه که از سرش بارون بریزه عالی قانون برآمده میگه نامش خانه است 1000 کرا بده، آیا این غریب بیچاره کرا داده میتونه؟ درباره توجه زیادتر شما را میخوایم که گپ ما را در مرجع بالاتر برسونین. این عریضه است که برای رئیس جمهور داده شده. رئیس جمهور ما برای ما فرمان داده، این ورق فرمان رئیس جمهور است، شاه میته و شاقولی نمیته. اگر خود وزیر صاحب مهاجرین در بارکاب نمره را برای کابینه خودش برای مردم خودش با فروش نرسانده باشه، امروز مردم اعلان کرده که ما برای مردم نمرهش توزیع کردیم، پس بفرمایید نمره را به کی توزیع کرده؟ چرا دولت بازخواست نمیکنه؟ تا چه وقت ما در رقم بدبختی زندگی بکنیم؟ اینمی که مردم انتحالی میکنه، خودکشی میکنه، از مجبوریت فامیل میکنه. دست مردم به گدایی دراز شده، دست مردم در بیچارگی دراز شده، مردم در چه فقر و اسپندی. آیا از اسپندی فامیل نان خورده میتونه؟ درباره ما از مجامع بین المللی و از تمام رسانه‌های خیریه امیدوار امیر دارم درباره ما دیگه توجه داشته باشه، کمک و مساعدتی داشته باشه و در رأسش برادر ما را جواد جان پایکار یک جهان سپاس میکنیم. در رأسش از بنیاد نورستان خیلی تشکر میکنیم که برای ما یک مقدار مساعدتی که آوردن. از قبیل یک بوجه زغال است، 25 کیلو آرد است، 12.5 کیلو برنج است، 10 کیلو روغن است، 2 کیلو شکر است، 3.5 کیلو لوبیا، 1 کیلو چای سبز، 5 متر پلاستیک، 4 عدد کمپل که به خاطر همین مهاجرین آورده. یک دنیا تشکر میکنیم و ممنون احسان جو باشم. خیلی تشکر سه. جمع نه زغال لرو نه وړو لرو نه چې هغه لرو باران دی واوره ده څوک هم هغه بخساز نه کوي او بل نه ملک لرو نه پټی لرو څوک هم بخساز دولت هم بخساز نه خوري چې زموږ هغه ور وخوري چې موږ دې ځانه جګ هر وخت راپسې دي وایي دې ځانه وځي دې هغه نه وځي. دغه تشکر لرو. ما از بنیاد نورستان تشکری میکنیم که در این وقت در این زمستان بر ما کمک کرده. خیلی خدا اجرش برش بده. دیگه ما بسیار خوش هستیم از خاطر که ما اینجا به زمین به چی هستیم قرار در اینجا افتیدیم. نه دولت از ما خبر میگیره نه چی قرار در اینجا افتیدیم. چی در خشک خالی جای. تشکر میکنیم از